سلام دوستان، شروع شده یه ویدیو دیگه از چنل XKK اومدیم. اولین ویدیویی که تقریبا خودم دارم صحبت میکنم و اومدیم با بازی لیگ 26. برای چی این بازی اومدیم؟ که یک فصل کامل لیگ قهرمانان رو پشت سر بذاریم. ما تیم بارسلونا هستیم، الان مسابقه داریم با تیم لیل. اگر خوشتون این ویدیو اومد یا قراره بیاد، لطفا سابسکرایب و لایک ویدیو رو فراموش نکنید. یه دونه کامنت کوچولو هم بذارید که منو خیلی خوشحال میکنید. بریم سراغ ویدیو. ترکیب رو مشاهده میکنید. این بازی رو میتونه از گوگل پلی مارکت یا بازار هم بریزید. بازی خوبیه، لگ نداره نسبت به اینکه تو گوشیه. بازی خوبیه. خب این قشنگ مثل لیگ قهرمانانیه که الان گذشت و بازی شروع میشه. فرانکی دیان برای جولز کونده، برای پدری برای ژائو کانسلو، برای پدری برای فرانکی دیون، برای جولز کونده، لامین یامال برای جساله. میره ضربش میزنه که به دفاع لیل برخورد میکنه. صحنه رو مشاهده میکنید. یک پنالتی، ضربه پنالتی رابرت لواندوفسکی به دست دروازه‌بان میزنه. پدری اومده کورنلو بساندره. هر بازی 6 دقیقه است و رو حالت لژندری هم بازی برگزار میشه که چه ضربه ای از فرانکی دیان، چه ضربه ای. اگرم دوست من سرعتم رو نشون بدم، باید به 1000 تا دونه سابسکرایب برسیم. رشفورد به دنبال توپ، پدری رد نشه. فرانکی دیون، کوبارسی دفاع، اریک گارسیا، جولز کونده برای رابرت لواندوفسکی. یه چرخش، لواندوفسکی میتونه تک به تک باشه، میده به رافینیا که توپ رو ازش میگیرن بازی کنن. ژائو کانسلو برای گرفتن توپ میاد. ژائو کانسلو توپ هم میگیره برای کوبارسی برای رافینیا دوباره توپ رو دست میده. اومدیم تو ستینگ ببینیم کامرا یا همون دوربین چجوری میشه عوض کرد که نتونستیم آخرش. میبینید که بازی روی لانگه. بازی جولز کونده توپو میخواست بگیره که نتونست. هر بازی نزدیک 6 دقیقه است. کوبارسی و لامین یامال. چه فراری لامین یامال 16 ساله که امروز شد 19 یا دیروز شد 19 ساله. ضربه رو میزنه که به بیرون میره. بازیکنان لیگ بازی شروع میکنه. خود لامین یامال برای لواندوفسکی پاسش خطا میره. فمی لوپز نه نمیتونه. ببخشید فرانکی دیانگ بود. ژائو کانسلو رافینیا توپو گرفته برای لواندوفسکی میتونه تمومش کنه که نه، نمیتونه تمومش کنه. اریک گارسیا یه اومد توپو بگیره. ژائو کانسلو دوباره توپو میگیره برای لواندوفسکی برای رافینیا. پاستون رو درست تر بدید لطفا. ویدیوهای گیمینگ بیشتری هم در راه هست. هر روز یه ویدیو داریم، چه کوتاه چه بلند. از این به بعد روزای زوج ویدیوهای بلند داریم و روزای فرد ویدیوهای کوتاه. کوبارسی میده به فرانکی دیون برای رافینیا. نظراتون حتما درباره عکس کانال و ویدیوها بدید. ترکیب رو مشاهده میکنید. رافینیا رو میکشه بیرون. جمعه هم به جای چند جمعه هم نه به خاطر اینکه ویدیوهای بلند داریم نه کوتاه، به خاطر اینه که نه زوج نه فدر. اگر دوست دارید جمعه هم ویدیو کوتاه و هم ویدیو بلند داشته باشیم، جفتشو لایک های این ویدیو رو به 10 تا دونه برسونید. خیلی عدد کمیه. روبیکا اینجا چی میگه؟ رشفورد ما توپو بگیره نتونست.
رافینیا رو به بیرون کشیده پارسا خودمه. کوبارسه یه پاس برای فرمی لوپز تک به تک، چه خاک تو سر زدی بیرون هم نزده تو دست دروازه با بعدیش هم نتونستی رو کنی، واقعا خاک تو سر. دقیقه 60 بازی نزدیک میشی. اولمو که به بیرون میزنه. او چه پاسی یه ضربه‌ای که خیلی راحت دروازه‌بان دشت میکنه. دقیقه 5:42 ویدیو و دقیقه 67 بازی. این ویدیو 7:24 دقیقه و 7 ثانیه است. یه ضربه سر نمیزنه و میذاره به بیرون بره. بازی بعدیمون نمیدونم با کیه، ولی امیدوارم حتما 3 امتیاز رو بگیریم. اگه نگرفتیم حداقل یه امتیاز رو بگیریم از لیل. کمتر از 10% باتری گوشیم شارژ داره. دنی اولمو نمیتونه توپو بگیره. کوبارسه جا میمونه. چقدر دارن بد بازی میکنن. میاد اینجا ترکیب میخواد عوض کنه، نمیذارن. میاره رو دوربین و رو حالت اوتو که لایو بگیره براتون. اینجا لامین یامال بیتم بسن زمین نمیدونم شده یا نه، ولی خیلی تا الان خوب بازی کرده. چه توپگیری از رشفورد تا اونجا عقب اومده. پدری برای ژائو کانسلو برای فران تورس که نه. بازیکنان لیله میذارن خط وسط زمین توپ رد بشه. دقیقه 87 نباید تو این ثانیه ها یا دقیقه گل بخورن. جولز کنده توپو نمیتونه اونجا در بیاره. کمتر از 5% باتری مونده. بازی تموم میشه. بازی بعدی ما با یوونتوس.